بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین. سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ خیرت است؟ جور و طاهر هستین؟ بسیار خوشحال هستم که باز یک جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. خب طبق معمول درس شیرین تاریخ وطن شروع میکنیم. عنوان درس امروز ما جنبش های مشروطیت، فصل اول، جلسه 20. ما در این درس در مورد چگونگی ارزاندام کردن جنبش های مشروطیت بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم و همین قسم در مورد اهداف و مقاصد این جنبش ها و همین قسم در مورد چگونگی سرنوشت این جنبش ها بیشتر اطلاعات پیدا میکنیم. خب جنبش های مشروطیت. شروع سلطنت امیر حبیب‌الله خان که بعد از پدرش امیر عبدالرحمن خان به تخت سلطنت نشست، اگر یادتون باشه دست به یک سری اصلاحات زد، اصلاحات در بخش های مختلف از جمله در امور فرهنگی، و برای نخستین بار در دوران سلطنت امیر حبیب‌الله خان فرهنگ جدید در افغانستان، کارکرد با فرهنگ جدید آغاز شد و معارف جدید در افغانستان ترویج شد. اگر یادتون باشه گفتیم که لیسه حبیبیت در کابل برای اولین بار تأسیس شد و تعداد مکاتب ابتدایی دیگر هم در قسمت‌های مختلف شهر کابل ایجاد گردید. خب در قسمت مسائل فرهنگی هم گفتیم که انتشار 2 روزنامه در افغانستان شروع شد. چاپخانه در مطبوعه کارش را آغاز کرد و اونجا کتب به چاپ می رسید. امیر این گونه احساس میکرد، خاطر جمع بود که بعد از معاهده سال 1905 میلادی که با انگلیس ها به توافق رسیده بود، دیگه احساس خاطر جمعی میکرد، نگرانی خاص نداشت. اما روس ها و انگلیس ها کاملا نگران بودن. چرا نگران بودن؟ اونا در شروع جنگ جهانی اول از این خاطر نگران بودن که میترسیدن، هراس داشتن از این که یک وقت دولت افغانستان اینا با قوای محور ملحق نشوه. قوای محور گفتیم در جنگ جهانی اول کشور آلمان و ممالکی که از آلمان طرفداری میکرد در جنگ جهانی اول، اونا را قوای محور در تاریخ نامیدن. خب این گونه شد که انگلیس ها افغانستان را، دولت افغانستان را جدی تحت الحمایه خود قرار داد و این باعث شد که استقلال افغانستان، استقلال مملکت ما سلب شود و افغانستان در واقع تو بگوییم که فاقد استقلال سیاسی قرار بگیره. وضعیت اداری در دوران مشروطیت ببینیم چطور بود. در ابتدا وضعیت اداری از اوضاع نسبتاً خوب برخوردار بود. در شروع سلطنت امیر یک سری اصلاحات هم به وجود آمد و مردم این گونه می اندیشیدن، این گونه فکر میکردن و این قسم تصور داشتن که اوضاع روز به روز در این بخش هم بهتر شده خواهد رفت. اما برعکس شد. چرا برعکس شد؟ چون یک تعداد افراد محدود و خاص در رأس امور قرار گرفتن و وقتی که اینا خب زمام امور را به دست گرفتن، اینا اون گونه که امیر در ابتدا و مردم انتظار داشت اون گونه عمل نکردن. کم کم مراجع اداری به فساد کشانده شد و این فساد زیاد شده رفت و تمام ادارات تقریباً به فساد آلوده گردید. امیر خودش، امیر حبیب‌الله خان که دیگه غرق در عیش و نوش خود بود، اصلاً او در دربار غرق عیش و نوش خود بود و اصلاً از اوضاع کلی مملکت بیخبر بود و در بیخبری به سر می‌برد در بعد از سالهای اول حکم رویش. این گونه شد که خب روز به روز مشکلات مردم زیادتر شده میرفت. چرا زیادتر شده میرفت؟ چون گفتیم صلاحیت های اداری و زمام امور
کشور به دست تعداد افراد خاص و محدود قرار گرفته بود که این باعث شده بود که ادارات کشور و مراجع اداری کاملا آلوده شود. امیرم که اصلا بی تفاوت و بیخبر بود، اصلا در جریان قرار نمی گرفت. چرا؟ چون او غرق در عیش و عشرت خود در دربار به سر می برد. این باعث افزایش مشکلات مردم شد و رشد انکشاف کلی جامعه روز به روز کندتر شده رفت. خب نتیجهش چی شد؟ مثلا استقلال کشور سلب شد، فساد اداری بیشتر افزایش پیدا کرد، بی‌عدالتی در کشور رایج شد، ظلم و ستم آغاز شد و مالیات های کمرشکنه که از مردم گرفته می شد، مالیات های بسیار سنگین و کمرشکن وضع گردید. اینا باعث شد که جنبش مشروطیت شکل بگیره. چطور؟ حالا میخوانیم تشکیل جنبش مشروطیت. از اوضاع این گونه کشور که در یک وضعیت کاملا بحرانی افغانستان قرار گرفته بود، روشنفکران افغانستان کاملا رنج می بردن. اینا می دیدن که روز به روز افغانستان به طرف نابودی پیش رفته میره، روز به روز فسادهای اداری زیادتر شده میره، استقلال افغانستان سلب شده، خب مالیات های سنگین مردم را به سطوح آورده. روشنفکرها که متوجه این قضیه بودن در صدد تشکیل یک راه حل برآمدن که چگونه میتونیم ما افغانستان را و مردم را از این وضع نجات بدیم. خب بعد روشنفکرها با هم جمع شدن و یک تصمیم گرفتن. تصمیم کلیشان در اصل این بود که اینا مصمم شدن که دولت مطلق العنانی را به دولت مشروطیت تعویض بکنن که دیگه قدرت به دست یک فرد قرار نداشته باشه. فرق دولت مطلق العنانی و دولت مشروطیت هم براتون توضیح بدم است که در دولت مطلق العنانی مطلقاً کسی که در رأس دولت قرار داره حکم میکنه. مثلا پادشاه در رأس دولت قرار داره حکم میکنه و کسی را که پادشاه کشور انتخاب میکنه بعد هر حکم کو کرد همون درست است. اما در دولت مشروطیت نه، اینا مشروط است. یعنی چی مشروط طلبان؟ یعنی کسایی که اونجا میخواستن که نه مشروط باشه اختیارات پادشاه، یعنی قانون به میان بیه. بعد از اینکه به صورت قانون در آمد، مشروط به قانون میتونه اونا او اعمال خود را یا او دستورا یا او چیزایی که میخواین در چارچوکات قانون اجرا بکنن. این گونه شد که روشنفکران جامعه دور اصلاح طلبان دربار که در داخل دربار بودن جمع شدند و خواهان یک ریفرم و اصلاحات در داخل دولت گردیدند. خب اسامی روشنفکران دربار در زمان حکومت امیر حبیب الله خان، روشنفکرانی که در دربار بودن اینا بودن. ببینین محمد ولی خان بدخشانی، میرزمان خان، عکس بدخشانی رو اینجا میبینین، میریاربک خان دروازی، پادشاه میرخان لوگری، نظام الدین خان ارغندیوال و لعل محمد خان کابلی که عکس 3 نفرشون هم در اینجا در روی صفحه آورده، میتونین ببینین. یک عکس مربوط محمد ولی خان بدخشانی، یه هم میرزمان خان و عکس پایینم لعل محمد خان. دسته جوانان دیگری هم بودن که اینا با حلقه سیاسی دموکرات های خارج از دربار یک جا شده بودن. اینا کیا بودن در اصلشان؟ ببینین اینا عبارت بودند از جعفرشاه خان، لعل محمد خان، پادشاه میرخان، نظام الدین خان و میرزمان خان. خب اینا چی کار میکردن؟ کتاب و جراید خارجی که در اختیار اینا قرار میگرفت، اینا در خودشون این در اختیارشان قرار میگرفت و بعد در اختیار دیگه جوانا قرار میداد. چرا؟ به خاطر که اونا از مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، هم از اوضاع سیاسی و اجتماعی داخلی کشور، هم از اوضاع سیاسی و داخلی خارجی کشور کاملا آگاه شود و روز به روز به این مسائل علاقمندتر شده برن. لیسه حبیبیه مرکز روشنفکران. لیسه حبیبیه که گفتیم اولین لیسه بود که در زمان امارت امیر حبیب الله خان تأسیس شد. حبیبیه هم که میگم چون به نام خود امیر حبیب الله تأسیس شده بود شد حبیبیه.
در زمان سلطنت ایشان بعدها تبدیل شده بود به مرکز روشنفکران افغانستان. خب چطور؟ ببینین یک سلسله، گرچه در بین این روشنفکران یک سلسله رادیکال ها یعنی افراطیون، اونایی که بسیار تندرو بودن در این قسمت، هم بین روشنفکران موجود بود که اونا حتی خواهان کودتا بودن. یعنی در بین روشنفکران یک عده آدمای روشنفکر بسیار افراطی و تندرو که با اونا رادیکال ها میگفتن هم موجود بود که اونا حتی خواهان کودتا بودن و میخواستن در مقابل سلطنت امیر حبیب الله خان رسما کودتا بکنن. خب یک قسمت هم روشنفکران حلقه دربار بود که خب اینا در لیسه حبیبیه هم فعالیت داشتن. در مجموع ائتلاف روشنفکران دربار که در داخل دربار گفتیم نامایشان هم گفتیم یک عده روشنفکران قرار داشت، با روشنفکران مستقل که باز هم گفتیم یک عدهشون با جوانان مستقل داشتن همکاری میکردن که جدای از لیسه بود، با معلمین و کارمندان لیسه حبیبیه اینها با هم جمع شدن، یک ائتلاف کردن با هم و در این ائتلاف نتیجهش چی شد؟ یک حزب را تشکیل دادن، یک حزب سیاسی را به نام جمعیت سری ملی. چرا جمعیت سری ملی؟ سری به این خاطر که اینا مخفی و پنهان کار میکردن. مرامنامه حزب جمعیت سری ملی چی بود؟ بخش مهم و اصلی مرامنامهش در همین قسمت خلاصه شده. ببینید تبدیل مطلق العنانی دولت به مشروطه که گفتیم اینا خواستار تغییر دولت از شکل مطلق العنانی به صورت مشروطه بودن و همین قسم حصول استقلال و اصول استقلال معارف متوازن، اینا استقلال کشور را میخواستن و استقلال معارف را همینطوری خواهان بودن، نشر تمدن و فرهنگ جدید را خواستار بودن. این سه موضوع موضوعات مهم و کلی و اصلی مرامنامه حزب جمعیت سری ملی را تشکیل میداد. حزب جمعیت سری ملی خود اعضای حزب ساختار تشکیلاتیش به خاطر که گفتیم اینا سری فعالیت میکردن، پوشیده و مخفی کار میکردن، اینا به گروپ‌های 10 نفری تقسیم شده بودن. چرا به گروپ‌های 10 نفری تقسیم شده بودن؟ به خاطر که یک وقت همه ایشان افشا نشود و در رأس هر گروپ یک تن از مؤسسین حزب قرار داشت که اون 10 نفر را رهبری میکرد تا اینها مجموعه اعضای حزب جمعیت سری ملی همدیگر را کاملا نشناسند که اگر یک وقت یکی از اینها مثلا خب افشا شود نتونه که تمام اعضای حزب را افشا بکنه. به این خاطر اینا به گروه های 10 نفری تقسیم شده بودن و هر 10 نفر فقط خودشان با هم میشناختن. جلساتشان به صورت شبانه و بسیار محرمانه دایر میشد. چطور دایر میشد؟ به نام مهمانی توسط سرگروپ ها. اونا به عنوان مهمان اعضای زیر مجموعه خود دعوت میکردن در منازل خود و به صورت بسیار سری و مخفی جلسات حزب را تشکیل میدادن و در اونجا راجع به امورات مختلف حزب فیصله ها صورت میگرفت و جلسات عمومی حزب هم در فاصله بسیار زمانی طولانی، یعنی بعد از مدت های زیاد، زود به خاطر مسائل امنیتی نمیتونستن جلسات عمومیشون دایر بکنن. به همین خاطر جلسات عمومیشون در فاصله های طولانی ایجاد میشد، دایر میشد و اونجا تصمیمات در اون جلسه هایی که دایر میشد تصمیمات چون اتخاذ میکردن. افشا شدن مصوبه حزب یا مرامنامه حزب. چطور مرامنامه حزب افشا شد؟ در یکی از جلسات حزب با حضور تاج محمد خان بلوچ پغمانی رئیس یکی از حلقه های عمده که گفتیم اینا حلقه بودن و با هم ائتلاف کرده بودن و همین قسم حضور جوهرشاه خان غوربندی و میر سید قاسم خان لغمانی و بقیه اعضای مسلمان هندی که گفتیم از معلمین و مسئولین لیسه حبیبیه بودن. خب در این جلسه وقتی اینا نشستن به تصمیمات رسیدن، اینا یک مصوبه را
به تصویب رساندن، یعنی مرامنامه حزب را اینجا تشکیل دادن. بعد در اینجا با هم به این نتیجه رسیدن، اینا تصویب کردن با هم که در ابتدا سعی کنیم امیر را در پیاده نمودن پروسه نشر مسائل فرهنگی خود امیر حبیب الله خان را تشویق بکنیم، بدون این که امیر از تشکیلات حزب سری با خبر شود و همین قسم بتونیم که معارف سرتاسری را بدون از این که باز امیر از موجودیت همچون تشکیلات و همچون حزب که مشروطه خواهان و روشنفکران تشکیل داده بود آگاهی پیدا بکنه، معارف سرتاسری را تشویق کنیم که توسط خود امیر حبیب الله که در رأس قدرت افغانستان بود تأسیس شود. یک سری از اسنادهای حزب و همین قسم یک کپی از مرامنامه حزب در منزل تاج محمد بلوچ پغمانی قرار داشت. برادر تاج محمد بلوچ پغمانی که در یک خانه، در یک منزل اینا با برادرش تاج محمد بلوچ زندگی میکرد و نامش محمد شریف بود. خب این از مخالفین حزب جمعیت سری ملی بود و از طرفداران دولت و امیر بود. محمد شریف خب که گفتیم با برادر خود در یک خانه زندگی میکرد، مصوبه حزب با یک قسمت از اسنادات در خانه تاج محمد بلوچ پغمانی پیدا کرد. وقتی اینا را پیدا کرد خب همه را گرفت و به خود شخص امیر حبیب الله تقدیم کرد. در سال 1909 میلادی امیر که در جلال آباد برای تفریح رفته بود، یک فهرست از اسامی اعضای حزب توسط محمد عظیم خان که کارمند فابریکه حربی بود و همین قسم توسط مولا منهاج الدین که از معلم خصوصی شاهزاده کبیرخان در ارک بود، خب یک فهرست اسامی اعضای حزب جمعیت سری ملی نوشته شد و با یک راپور به امیر فرستاده شد. متن راپور این گونه بود، متن راپور را که برای امیر نوشته بودن: هدف حزب سری ملی کشتن امیر می باشد و تأسیس دولت مشروطه. خب شایعه هم اینطوری پیش شده بود در کابل، اتو شایعه کرده بودن که بله این افشاگری توسط هندی های داخل حزب صورت گرفته، یعنی این افشاگری را و این راپور را در اصل اونایی که در داخل حزب است و خودشان هندی است، یعنی از جمله معلمین و مسئولین لیسه حبیبی است، اونا دست به این اقدام زده. چرا؟ استدلالشان همین بود که میگفت اونا میخواین اول جنبش استقلال را در افغانستان و همین قسم جنبش مشروطه خواهان را در افغانستان خفه بکنن و افغانستان را این گونه عقب نگه دارن و به نفع انگلیس ها کار بکنن و امیر را از تأسیس معارف و نشر فرهنگ جدید دلسرد و منصرف بسازن. این استدلال بود که در بین مردم شایع شده بود و این گونه با هم استدلال میکردن. عکس العمل امیر چی بود در مقابل این جنبش زمانی که اینا افشا شد و این لست از اسامی سران حزب و این راپور به دست امیر در جلال آباد رسید؟ امیر دستور داد که 40 نفر از اسامی که در این فهرست قرار داشت و در رأس جنبش قرار داشتن 40 نفر اینا را اعدام بکنه و تعداد زیاد دیگر هم زندانی ساخت. گرچه اونایی که زندانی بودن بعد از یک مدت آزاد شدن، اما باز هم با این که 40 نفر را امیر اعدام کرد و یک تعداد زیاد را زندان ساخت، اما باز هم تمام روشنفکران مشروطه طلب کاملا سرکوب نشدن و اینا آرام نشدن. باز هم اینا به فعالیت‌های خود ادامه دادن با تشکیل گروه‌های کوچکتر و مخفی‌تر از قبل. باز هم اینا به فعالیت‌هایشان ادامه دادن. ناکامی نقشه قتل امیر تا اینکه توسط یکی از اعضای امین‌ها که گفتیم براتون اعضای احزاب مخفی تصمیم گرفت که امیر را به قتل برساند. در سال 1918 میلادی
بعد از سرکوب شدن مشروطه خواهان، بعد از اینکه امیر مشروطه خواهان سرکوب کرده بود و تعداد را اعدام کرده بود، تعداد را زندان کرده بود، عبدالرحمن لودی که محرر سراج الاخبار بود، عبدالرحمن لودی از کسانی بود که در تحریر و نوشتن مطالب سراج الاخبار نقش بسیار داشت و خودش هم عضو جنبش مشروطیت بود، ولی از شخصیت رادیکال داشت، یعنی افراطی بود. خوبی شب جشن سالگرد امیر تصمیم گرفت که امیر را به قتل برسانه. چطور امیر را به قتل برسانه؟ در بام یک دکان که متصل به کوچه قاضی، یعنی کوچه شوربازار فعلی بود، اونجا رفت قائم شد و منتظر ماند تا موتر امیر از اونجا بگذره. خب اون زمان رسم بود که پادشاهای کشور شبهای جشن و شبهایی که شهر کابل چراغان میشد، اینا معمولا از بازار ارگ، از بازار کابل و بازار ارگ و چوک شوربازار اینا دیدن میکردن. بعد خب این میفهمید، چون به یمی خاطر در بام پناه برد، در بام قائم شد با یک تفنگچه و منتظر نشست که موتر که امیر داخل اون موتر قرار داشت، موتر عامر حمیر حبیبالله بیاید تا این حمیر حبیبالله را به قتل برسانه. بعد از اینکه موتر امیر حبیبالله مقابل همین دکان قرار گرفت، عبدالرحمن لودی، سید عبدالرحمن لودی خب با تفنگچه فیر کرد. وقتی که فیر کرد، موتر که امیر داخلش قرار داشت با سرعت رد شد، مرمی به موتر امیر اصابت کرد ولی به خود امیر آسیب نرسید. این گونه شد که امیر از این ترور امیر موفق شد که جان سالم به در ببره و نجات پیدا کنه. خب این گونه نقشه قتل امیرم توسط عبدالرحمن ناکام شد. بعد فردای اون شب عبدالرحمن لودی توسط قوای امنیت دستگیر شد و در زندان ارگ شاهی زندانی گردید. اما امیر حبیبالله دیگه این بار مسئولیت اعدام شخص عبدالرحمن لودی و همکارانش نپذیرفت، یعنی حکم اعدام اینها را صادر نکرد. اینا زندانی ماندن تا در سال 1919 میلادی عبدالرحمن لودی و سایر روشنفکران دوباره اینا از زندان آزاد شدن. چرا آزاد شدن؟ چون در 1919 میلادی حکومت قدرت به دست امان الله خان قرار گرفت. شاه فعلی که اینا را زندان کرده بود فوت کرد و بعد از مرگ از او کشته شد یا به هر حال مرد و بعد از کشتن و مرگ از او پسرش امان الله خان به قدرت رسید. زمان که امان الله خان به قدرت رسید در سال 1919 میلادی عبدالرحمن لودی و سایر روشنفکران از زندان آزاد شد و من حیث مأمور دوران دولت امانیت در وظایف دولتی انتخاب گردیدند. خب به پایان درس رسیدیم عزیزان. دقت کنین، سوالا رو براتون میخونم. سوال اول، جنبش مشروطیت را کیها رهبری می نمودند؟ بله، اصلاح طلبان و روشنفکران دربار، محمد ولی خان بدخشانی، میرزمان خان، میریار بیگ خان دروازی، پادشاه میرخان لوگری، نظام الدین خان ارغندیوال و لعل محمد خان کابلی. خب سوال بعدی را میخونم. اعضای برجسته این جنبش را کیها تشکیل میدادند؟ بله، اعضای برجسته این جنبش را خب روشنفکران دربار که یک حلقه بودن و روشنفکران مستقل که بازم یک حلقه بودن با معلمین و کارمندان لیسه حبیبیه، اینها با هم ائتلاف کرده بودن و اعضای برجسته این جنبش را تشکیل میدادن. سوال بعدی را میخونم. امیر حبیبالله خان چگونه از مرامنامه این جنبش آگاهی حاصل نمود؟ بله، یک کپی از مرامنامه حزب جمعیت سری ملی با اسناد دیگر در منزل تاج محمد خان پغمانی نگهداری میشد. محمد شریف خان که برادر تاج محمد خان پغمانی بود و با او یک جا در یک منزل زندگی میکرد، این مرامنامه و اسناد دیگر را به دست آورد و آن را به شخص امیر حبیبالله خان تقدیم کرد.
خب رسیدیم به قسمت نمونه سوالات کانکور. دقت کنین عزیزان. سوال اول مربوط فرم اول غزنی است. کدام یک از لیسه های شهر کابل به مرکز روشنفکران تبدیل گردیده بود؟ گزینه ها را میبینیم. گزینه اول لیسه حبیبیه، گزینه دوم لیسه نادریه، گزینه سوم لیسه استقلال، گزینه چهارم لیسه امانی. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال را با هم میبینیم. لیسه حبیبیه. سوال بعدی را میخونم. تحت نظر کدام یکی از شخصیت های زیر جراید سراج الاخبار و سراج الاطفال منتشر میشد؟ مربوط فرم اول کابل است. گزینه اول سید جمال الدین افغان، گزینه دوم محمود طرزی، گزینه سوم نصرالله خان و گزینه چهارم سید نور محمد شاه. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال را با هم میبینیم. بله، گزینه دوم محمود طرزی جواب صحیح سوال است. خب سوال بعدی. در زمان سلطنت محمد یعقوب خان کدام شخص به صفت سپهسالاری ایفای وظیفه می نمود؟ گزینه ها را می بینیم. گزینه اول ولی محمد لاتی، گزینه دوم داوود شاه خان، گزینه سوم میرزا محمد خان و گزینه چهارم حبیب الله خان. کدام گزینه جواب صحیح سوال است؟ جواب صحیح سوال را با هم می بینیم. گزینه دوم داوود شاه خان جواب صحیح سوال است. خب رسیدیم به قسمت فعالیت هایتان عزیزان. دقت کنین. بخش اول فعالیتتان در مورد جنبش مشروطیت و اهداف آن معلومات نمایید. بخش دوم راجع به عواقب ناگوار سرکوبی جنبش مشروطیت زیادتر تحقیق کنید. بخش سوم درس بعدی را از روی کتاب پیشاپیش بخوانید و زیر کلمات جدید و مشکل آن خط بکشید. و بخش چهارم درس فعلی را با دقت از روی کتاب بخوانید. چرا؟ به خاطر که اگر قبلا خواندین با کلمات، واژه‌ها و مشکل روبرو شده بودین که نشانی کرده بودین، اون مشکلات دیگه رفع شود. خب مانده نباشین عزیزان. تا جلسه بعد همتان به خدا مسپارم. به امان خدا. خدا نگهدار.